به هیچ وجه روی این کشورها حساب نمی کنیم یا نباید بکنیم. من قبلا هم گفتم ما به مردم ایران متکی هستیم، به پتانسیل مردم ایران. آقا ما نباید بشینیم ببینیم جنگ میشه یا نمیشه، ما نباید دنبال این باشیم که حمله میکنن یا نمیکنن، ما نباید هر روز سرمون از پنجره بیاریم بیرون آسمون نگاه کنیم ببینیم آمریکایی‌ها حمله میکنن یا نمیکنن، اسرائیل میکنن یا نمیکنن. ما نباید هی بریم اخبار رو نگاه کنیم ببینیم اسرائیل چیکار میکنه آمریکا چیکار میکنه. ما باید دنبال این باشیم ما چیکار میکنیم. ببینید ما باید تو این صحنه تعیین کننده باشیم. ببینید 2 دفعه نشون داده شده که این حملات نظامی امریکا و اسرائیل درست ضربه میزنه به رژیم اما فاتحه رژیم رو نمیخونه. وظیفه ماست به عنوان مردم ایران که خودمون دست بالا کنیم، خودمون اقدام کنیم و توجه به این نکته داشته باشیم که این ماییم که باید سرنوشتمون رو رقم بزنیم، این ماییم که باید آینده رو بسازیم، نه خارجی ها. اونا بر اساس منافع خودشون عمل میکنن. ممکنه اینجا یا اونجا زیر ما رو خالی کنن یا نه زیر ما رو خالی نکنن، در واقع خط خودشون رو برن و توجهی به ما نداشته باشن یا به خواست ما نداشته باشن. اینی که توجه کنیم به این نکته. من نسبت به شرایط از همیشه امیدوارترم. ببینید من الان فکر میکنم وضعیت ما به مراتب بهتر از پارساله. یه تبلیغات عجیب و غریبی رژیم میکنه، یه سری همین وارفته ها و یه سری از این اپوزیسیون وابسته به رژیم در خارج از کشور میکنه. این حضرات همه چی رو تموم شده تلقی میکنن، شروع میکنن به پراکندن یأس و ناامیدی و اینکه ما شکست خوردیم و دنبال مسئول شکست هم میگردن، سعی میکنن شاهزاده رو پاشو بکشن وسط. هیچ کدوم نمیگن شما چه کردید. باشه ما شکست خوردیم، شاهزاده رضا پهلوی اشتباه کرد. میتونید بگید شما اقدامتون چی بود؟ میتونید بگید شما چه قهرمانی کردید؟ میتونید بگید شما چه مبارزه‌ای کردید؟ میتونید بگید شما چه کار درستی انجام دادید؟ هیچ. در حالی که من اینگونه فکر نمی کنم. ما جلو رفتیم، ما موفقیم، ما از پارسال وضعمون خیلی بهتره. توجهی به این حضرات ورشکسته نکنید. چرا؟ رژیم میگه جشن میگیره ما پیروزیم، چرا میگه ما موندیم، چرا ما سرنگون نشدیم. ولی خب ما چی میگیم یا ما چی باید بگیم؟ من میگم بسیار خوب به صحنه سیاسی نگاه کنید. 10 نفر از بالاترین فرماندهان نظامی و اطلاعاتی امنیتی رژیم کشته شدند. بسیاری از مراکز سرکوب از بین رفته. بسیاری از نیروهای نظامی رژیم تحلیل رفتن. نیروی دریایی و هواییش که بالکل از بین رفته. جدای از اینا باید به این نکته توجه کنید. خامنه‌ای نیست. و رژیمی است غرق در بحران. با کشورهای حوزه خلیج فارس در افتاده. خامنه‌ای مرده، هیچ دولت مرد درست حسابی تو دنیا نیست که اومده باشه تو مراسم دفنش. غیر از این که ما یک قیام پشت سر گذاشتیم، قیام دیما. شاهزاده رضا پهلوی جا افتاده به عنوان رهبر دوران گذار. برنامه سیاسیش مشخصه. آخه چرا باید فکر کنیم از پارسال ضعیف تریم؟ چرا باید مایوس باشیم؟ چرا باید فکر کنیم همه چی تموم شده؟ ما قدم به قدم داریم جلوتر میاییم. ما خودمون رو به دنیا تحمیل کردیم.
شما تعداد سفرهای شاهزاده رضا پهلوی در 1 سال گذشته رو ببینید، در 6 ماه گذشته رو ببینید، تعداد سفرهای شاهزاده رضا پهلوی در چند سال قبلش هم ببینید. خب معلومه تو این 6 ماه گذشته تحرکات ایشون هم بیشتر شده. یعنی چی؟ یعنی ببینید چرا این تحرکات بیشتر شده؟ به خاطر اینکه شرایط جدیده که زمینه رو برای این فراهم کرده، وگرنه همینجوری سفر بریم برای سفر که به درد نمیخوره که. من فکر میکنم ما جلو رفتیم و امیدوارم با آینده‌ای که ما خودمون رقم باید بزنیم و نه کسی دیگه. حالا هر کی هم از